سلام دوستان و همراهان همیشگی شکوبانو. امروز اومدم با یه آموزش کباب لقمه‌ای خونگی. 250 گرم گوشت چرخ شده، یک پیاله پودر سویا، یک عدد پیاز رنده شده و ادویه هایی که توی کپشن براتون می‌نویسم. مواد رو با هم دیگه خوب مخلوط می‌کنیم تا به شکل خمیر در بیاد. بچه خمیرتون اگر مقداری سفت بود شما از آب جوش استفاده کنید تا بافت بهتری پیدا کنه. بچه‌ها شما میتونید خمیرا رو توی پلاستیک‌های فریزری بسته بندی کنید و تا 24 ساعت یا تا هر زمانی که دوست داشتید اونا رو توی فریزر نگهداری کنید. بعد از 24 ساعت من این خمیرا رو از فریزر خارج کردم و بافتش رو میبینید که به چه صورت شده و آماده به سرخ شدن هستش. شما میتونید کباب لقمه‌ای خونگی رو با نون یا با برنج سرو کنید. امیدوارم درستش کنین و لذتش رو ببرین. نوش جان.